یه چیزی محمد رضا داره از این 43 سال 42 سالش مشغول سنگ دفع کردنه. الان داشت میومد وارد بشه سروش دید یه سنگ تلپ دفع. چرا اینقدر سنگ دفع می‌کنی؟ والا میگم الان یه سنگ دفع کن. سروش هم که عاشق نگاه کردنه. تقریبا نزدیک به 2 ماه خورده پیش یکی از شاگردان من اومدن محل ضبط، ما دیرین ضبط می‌کردیم. اومد سرزده و اینا، فقط میگفت تو رو خدا یه وقتی به من بده. بعد از پشت ماشین چندین جعبه شیشه های مختلف یک نوع ربی رو درست کرده بود بنده خدا، رب تخم گل نسترن. اگه تو ناشتا 3 ماه اینو بخوری خوب میشه. گل نسترن رب بشه، اونم رب بشه، رب تخم گل نسترن، رب تخم گل نسترن. من اصلا نمیدونستم گل نسترن مثلا حالا چیه که تخمش چیه. بعد خوردی و خوشبختانه من از اون موقع تا الان یه سنگی دفع نکردم، الحمدلله اوضاعم خوبه. این هم امشب یاد گرفتیم که کسایی که سنگ دارن رب به تخم گل نسترن رو. سس شیلان دودی بانه، شیلان که با نام نسترن کوهی شناخته می شود، نوعی میوه وحشی و بومی مناطق کوهستانی است. بسیار مؤثر در از بین بردن سنگ کلیه. خواص بی‌نظیر سس شیلان دودی: از بین برنده سنگ کلیه، تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌ها، کمک به سلامت کلیه و کبد، تقویت کلیه و دفع سموم بدن، کاهش تجمع سموم در بدن، کنترل قند خون، خاصیت آنتی اکسیدانی قوی، کمک به آرامش و بهبود کیفیت خواب، کاهش خطر بیماری‌های مزمن، ضد پیری، درمان کم